تجلیل روز مادر در جمهوری تاجیکستان بواسطه از توجه همیشگی پیشوای محبوب ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمون سرچشمه میگیرد که همچون یک فرد فرزانه ملت، همچون یک فرزند فرزانه ملت همیشه در سیاست مادر پرورانهشون با زن مادر موقع و منزلت زن در جامعه توجه همیشگی ظاهر می نمایند. ما زنان و بانوان تاجیکستان خوشبخت از آن هستیم که همیشه تحت حمایه دولت و حکومت قرار داریم و برای ما در برابر مردان همه شرایط ها مهیا گردیده است تا فعالیت با ثمر را راه اندازی نماییم. این توجه پیوستگی ما را وادار می سازد که بهر تعلیم و تربیه نسل نورس، بهر گلگشکفایی تاجیکستان عزیزمون از پیشتر دیده بیشتر زحمت کشیم و توانیم که تاجیکستان را همچون یک نگین درخشان برای جهانیان معرفی سازیم و البته زن تاجیک، زن مادر تاجیک رسالت ازلی خود را خوب میداند و در این راه پرشرف، در راه مادر، همسر، هم بانوی خاندان و هم یک فعال جمعیتی بودن همیشه کوشش های پیگیرانه به کار خواهد داد و در آبادی و شکوفایی کشوری از سهمی ارزنده خواهند گذاشت. عید مبارک مادران و خواهران عزیز.